این جسم نازک ما در برابر گرسه های آهنی چی است؟ این جسم نازک ما در برابر اون ماری که در داخل قبر مسلط می شود. من نمیگویم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید. پیامبر فرمود لو ان تنینا نفخ فی الارض ما انبتت خضرا. اگر یکی از اون مارها یک نفس در دنیا بکشد، سبحان الله، دیگر در دنیا گیاهی نمی روید. حضرت سعد ابن معاذ کسی است که وقتی از دنیا می رود 70,000 فرشته در جنازهش حاضر می شوند. چقدر؟ 70,000 فرشته. یک بار خوب بگو با آواز بلند الله اکبر. 70,000 فرشته در جنازهش می آید. پیامبر را می بینن که سر انگشتای پا را میره. یا رسول الله چرا سر انگشتای پا را می روین؟ گفتن در جنازه سعد ابن معاذ فرشته های زیادی است، راه نیست که من بروم. سبحان الله. با وقتی که از دنیا می رود عرش الله به لرزه می آید به مردن سعد ابن معاذ. درهای آسمان به خاطر نزول رحمت باز می شود. همین بزرگوار را وقتی به قبر می گذارن، همین که خاک را سرش می اندازن، رسول صلی الله علیه و سلم با آواز بلند میگه سبحان الله. صحابه همه میگن سبحان الله. باز پیامبر میگه الله اکبر. صحابه میگن الله اکبر. بعد از قبر بیرون میشوند. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم را پرسان میکنن صحابه یا رسول الله شما خودتون عادت نداشتین، تسبیح گفتین، بعدش تکبیر گفتین، برای چی بود؟ رسول خدا فرمود من دیدم که سعد ابن معاذ را قبر فشار میدهد. سبحان الله. سعد ابن معاذ را که 70,000 فرشته در جنازهش حاضر شده، درهای آسمان باز شده، عرش رحمان به لرزه آمده به وفاتش. گفت من دیدم سعد ابن معاذ را که قبر فشارش میداد. و این تصویر گفتم که الله از فشار قبر سعد ابن معاذ را نجات بدهد. ای مسلمان، این جسمکای نازک موتو در برابر دقیقه قبر چی هست؟ این جسم نازک ما در برابر گرسه های آهنی چی است؟ این جسم نازک ما در برابر اون ماری که در داخل قبر مسلط می شود. من نمیگویم، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید لا یسلط على الكافر في قبره 99 تنینا تنحسه و تلدقه حتی یقوم الساعه. فرمود وقتی کافر از دنیا می میرد داخل قبر دفن می شود، خدا یک مار رو در قبرش مسلط می کنه. 99 مار. چند تو؟ 99 مار. در روایت ترمذی 77 مار یا 70 مار. در روایت دارمی 99 مار در قبرش مسلط میشه. تنحسه و تلدغه، هم او میگزد و هم نیش میزند. پیامبر فرمود لو ان تنینا نفخ فی الارض ما انبتت خضرا. اگر یکی از اون مارها یک نفس در دنیا بکشد، سبحان الله، دیگر در دنیا گیاهی نمی روید. دیگر در دنیا گیاهی نمی روید. اینی مار مسلط میشه. عزیز دل من، بیاییم از اون جوانان شویم که رسول خدا فرمود وقت بنده مؤمن، بنده متقی، بنده پرهیزگار در داخل قبر گذاشته می شود، بالای سرش نمازش استاد میشه، طرف راستش زکات استاد میشه، طرف چپش روزیش استاد میشه، در پیش رویش اخلاق نیکش و اعمال صالح دیگرش صدقیش استاد میشه. میگه وقتی که میخواهد از هر طرف عذاب به سمت این مرده نزدیک شود، از بالای سر نماز صدا میزند که از این طرف اجازه نیست. از طرف راست میرود، میگه اجازه نیست که من اینجا هستم زکات. از طرف چپ میرود، اجازه نیست که این مسلمان در هوای گرم و سوزان 16 ساعت و 15 ساعت روزه گرفته، اجازه نیست. از پیش شروع میخواهد به مرده نزدیک شود، صدقه میگوید، کار نیکش میگوید، اخلاق نیک میگوید، اجازه نیست. پس دوباره از اونجا بر میگردد و این مسلمان در داخل قبر، فرشته ها از پیشش سوال میکنن که درباره محمد چی گفتنی داری؟ سبحان الله. ای جوان، کی پیامبر رو میشناسه؟ کسی که خوب معلومات داشته باشه و خود به سنتش عمل کرده باشه در زندگی. پرسان میکنه از این مرد مؤمن که درباره محمد امین صلی الله علیه و سلم، این پیامبری که به سمت شما فرستاده شد و این مرد، درباره این چه معلومات داری؟ میگه این کسی که در داخل قبر است، میگه هو عبد الله و رسوله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وقتی که این میخوانه قبرش به اندازه وسعت پیدا میکنه. در حدیث ترمذی 70 در 70
در 70 وسعت پیدا میکنه. و در حدیث دیگر میاد آنقدر وسعت پیدا میکنه تا زمانی که تا جایی که چشم کار میکنه. بعد چی میگن؟ نم کنومت العروس، الان بخواب مثل که عروس خوابیده است. بازی کسی که در داخل قبر است چی میگه؟ میگه خب من خیلی در حالت خوبی هستم، قبر من فراغ شد. میگه یک دریچه از دوزخ باز میشه، عذاب دوزخ را میبینه، او حالات دوزخ را میبینه. برای این بنده گفته میشه جایت خو اینجا بود، اما تو با طاعت و بندگی خود را نجات دادی. دروازه دوزخ بسته میشه، دوباره در از درهای بهشت باز میشه. تمام نسیم زیبا و خوشبوی بهشت در داخل قبر تنین انداز میشه. این در ناز و نعمت است. به این فرشته هایی که اینجا آمدن به این چی میگه؟ میگه برو به خانواده میگه خبر بده که من به چه رفاه و آسایشی هستم. سبحان الله. بیایید عزیزان من که از اینها شویم.